سرخط خبرهای مهم. اسرائیل خبر داد که ایران آن را موشکباران کرده است. مهلت تفتیشاتی پرونده حمله تروریستی در کراکوس باز تمدید شد. یتیم و توشیف درباره علامتگذاری مرز صحبت کردند. سلام بیننده‌های گرامی، امیدوارم خوبید. دوام چند لحظه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز چهارشنبه 2 اکتبر. برنامه را با یک خبر جهانی آغاز می‌کنیم. ایران شب 1 اکتبر با موجی از موشک‌های بالدور به شهرهای اسرائیل ضربه زد. بمب خطر در سراسر اسرائیل به صدا درآمد و به ساکنان دستور دادند که به پناهگاه روند. وزارت دفاع اسرائیل این حمله را تصدیق کرد و خبرگزاری رسمی ایران گفت 10 موشک به اسرائیل پرتاب شده است. پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن به نیروهای مسلح کشورش امر داد در راهگیری از موشک‌های ایران به اسرائیل کمک کنند. مقامات آمریکایی میگویند بایدن و معاون او کامالا هریس وضعیت را در خاورمیانه زیر نظر دارند. خبرگزاری‌های جهانی از جمله رویترز، اسوسییتد پرس، تلویزیون‌های BBC و CNN خبر پرتاب موشک از ایران به اسرائیل را نشر کردند. اسرائیل اعلام کرد که پس از یک موج موشک‌ها دیگر خطری به مردمش تهدید نمی‌کند. حمله ایران در حالی صورت می‌گیرد که ارتش اسرائیل صبح 1 اکتبر از گذراندن عملیات محدودی زمینی در لبنان خبر داد. اسرائیل گفت این عملیات برای از بین بردن زیربناهای حزب الله است. امریکا و اسرائیل حزب الله را گروه تروریستی می‌دانند. ایران ماه اپریل امسال نیز با 10 موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرده بود، اما مقامات اسرائیل گفتند اکثر این موشک‌ها در هوا نابود شدند. دادگاه شهر مسکو مهلت تفتیشاتی پرونده حمله تروریستی در کراکوس سیتی هال را تا 22 دکبر سال روان تمدید کرد. در این باره خبرگزاری ریا نوستی با تکیه به سند دادگاهی خبر داده است. تمدید تفتیشات در حالی است که مقامات قبلا گفتند در پرونده حمله تروریستی در تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال به احتمال زیاد نام گمانبران نو اعلام شوند. دادگاه ناحیه بسمانی مسکو روز 19 август مهلت بازداشتی لطف‌الله نظیرمد، جمعه‌خان قربانوف، یعقوب جان یوسفزاده و محمد شریفزاده را تا 3 ماه تمدید کرده بود. در رابطه با حمله به تالار کراکوس 14 زاده تاجیکستان بازداشت شدند. بعضی از آنها خود را بیگناه گفته از قراری حبسشان شکایت کردند. حمله به کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو در شب 22 مارس امسال صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کس آسیب دیدند. تاکنون بیش از 10 نفر با گمان دست داشتن در این حمله به حبس گرفته شدند. مهاجران میگویند بعد این حمله احوالشان در روسیه بدتر شد. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در شهر بوستانی ولایت سوخت واخورده مسئله علامتگذاری منطقه‌های باقی مانده مرز را بررسی کردند. دیدار سیمامین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان و همتای قرقیزش قمچیبک توشیف 1 اکتبر برگزار شده است. به اطلاع خبرگزاری دولتی خاور دو طرف درباره معین کردن منطقه‌های باقی مانده سرحد گپ زده به هیئت‌ها دستور دادند که کارا در این سمت دوام دهند. دیوان وزیران قرقیزستان هم عین خبر را نشر کرده است. دو طرف از واخوری یتیموف و توشیف دیگر جزئیاتی ندادند. طبق آخرین خبرهای رسمی 94% خط مرز تاجیکستان و قرقیزستان معین شده. گفتگوها به سر منطقه‌های باقی مانده ادامه دارد. مشخص نیست مکان‌هایی که انیق نشدند در کدام قسمت مرز جای گیرند. برخی منبع‌ها در حکومت تاجیکستان میگویند حالا مرحله تعیین مقام قطعه‌های بسیار حساس مرز ظاهراً اهالی نشین جریان دارد. قرار است هفته آینده روز 10 اکتبر فضانوردی عظیم ناسا آژانس کیهان شناسی آمریکا برای جستجوی علامت‌های از زندگی در دیگر گوشه‌های کیهان به سمت همسفری مشتری به کره اروپا پرواز کند. فضانورد که بادپای اروپا نام دارد در مدار اروپا یکی از ماه‌های مشتری چرخ می‌زند تا ببیند که در این کره یخین علامت‌های از یگان موجود زنده وجود دارد. هدف نهایی عالمان این است که ببینند آیا ما انسان‌ها می‌توانیم در بیرون از سیاره خویش در کره دیگری زندگی کنیم. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. بزرگترین فضانورد ناسا همین گونه به سوی اروپا یکی از همسفرهای مشتری راه می‌گیرد. فضانوردی که به قول دانشمندان آژانس کیهان شناسی آمریکا برای نسل‌ها خدمت می‌کند.
من همیشه این گونه طرح‌ها را به بنیاد کلیساهای با حشمت دراز عمر مانند میکنم. فضانوردان جویندگان برای نسل‌ها هستند. ما آرزو میکردیم. ما دانشمندان بیشتر از 20 سال آرزوی فضانورد مثل بادپای اروپا را داشتیم. برای بنیاد آن 10 سال کار کردیم. با تحقیق قبط یخینی بالای کره، اقیانوس‌های زیر آن و ترکیب و گیالوگ اروپا، فضانوردی مذکور امکان می‌دهد ما انسان‌ها درباره وجود موجودات زنده و یا زندگی فراتر از کره زمین خودمان بهتر بدانیم. آنچه که ما با بادپای از امکان پذیری سکونت در اروپا می آموزیم، راه را برای آینده، برای تحقیقات آینده در کره اروپا و دیگر گوشه های منظومه خورشیدی باز می کند که ما توانیم مستقیم علامت های زندگی را بجوییم. بادپای اروپا بزرگترین فضانورد ناسا است که برای تحقیق سیاره ها ساختند. با پنل های عظیم آفتابی مجهز است که می توانند نورهای خورشید را از مسافه دور بگیرند. مشتری در مقایسه با کره زمین 5 برابر دورتر از آفتاب لنگر انداخته است. فضانورد ما در اطراف اروپا چرخ میزند، اما در واقع در اطراف مشتری. هدف اساسی 49 مرتبه دور زدن در گرد اروپا است، ولی عین زمان ما 80 مرتبه در گرد مشتری چرخ میزنیم. واضح کنم که ما در کره اروپا فرود نمی آییم، به سطح آن تا 25 کیلومتر نزدیک می شویم. فضانورد تقریباً 5 متر است، ولی وقتی ابزارهایش را باز کرد از 30 متر هم بلندتر می شود. وزن خالصش به مواد سوخت بیشتر از 3 تن و 200 کیلو است. هنگام دور زدن در مدار اروپا، فضانورد قسمت‌های گوناگون و تقریباً تمام کره را نقشه برداری می کند. اگر علاقمندی دانستن اسرار کره اروپا هستید، پس باید صبور باشید، زیرا خودی رسیدن به همسفر مشتری 5 سال را در بر می گیرد. با گفته دانشمندان 10 سال لازم می شود تا حاصل کاری بادپای اروپا را بیاموزند و به همه بگویند. دادگاه شهر بختر یک زن 37 ساله این شهر را برای اشتراک در مناقشه‌های مسلحانه در کشورهای سوریه و عراق با گمان زرخریدی 20 سال از زندان محروم کرده است. در این باره ورقه زینالدین یاردمچی کلان داستانی ولایت ختلان به ازیا پلوس خبر داده است. به اطلاع منبع این زن کامیلا اورونبویوا بوده. سال 2015 با عبدالرسول عمرعلی اوغلو ساکنی ناحیه رودکی که با تخلص سیف‌الله آشنا است نکاح مسلمانی کرده با دعوت او به سوریه رفته است. به اطلاع منبع کامیلا سال 2016 با دعوت عبدالرسول عمرعلی اوغلو به ترکیه سفر کرده، بعدا غیر قانونی سرحدی دولتی را گذشته به سوریه رفته است. در اینجا با گروه تروریستی و اکستریمیستی جبهت نصرت می پیوندد و در زد و خوردهای مسلحانه به واسطه شرکت می کند. دادستانی شهر بختر ماه اپریل سال روان نسبت کامیلا اورونبویوا برای زرخریدی پرونده جنایتی باز کرده با قرار دادگاه از 19 ایول سال 2024 او 20 سال از آزادی محروم شد. در همین حال یاردمچی کلان دادستانی نگفته است که این زن کی و در کدام شرایط بازداشت و به تاجیکستان آورده شد. نظر خود اورونبویوا وکیل دفاع و نزدیکان او دسترس نیست. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. دوم اکتبر در زادروز پیشوای حرکت استقلال طلبی هند و مؤلف فلسفه و استراتژی ضد خشونت مهاتما گاندی روز بین المللی ضد زورآوری جشن گرفته می شود. فلسفه نابزوری گاندی مبارزه با خشونت را به استفاده از زور و با یاری معرفت و تعلیم، تبلیغ و تشویق فرهنگ صلح و تحمل پذیری تلقین می کند. مشکلات مثل خشونت خانوادگی و تحمل پذیری برای جامعه تاجیکستان هم آشنا است.
2 октябри соли 1937 ба қарори ҳукумати иттиҳоди шӯравӣ ҳукми ҳабс барои маҳкумшудаҳо бо гуноҳи ҷосусӣ ва вайронкорӣ аз 10 ба 25 соли зиндон боло бурда шуд. баробар бо ин ҳукми қатл ҳам ҳифз шуд. Бар асоси ин тағйирот ба қонуни ҷиноии СССР ҳазорҳо сокини ин кишвар аз ҷумла дар Тоҷикистон бисёр вақт бо туҳмат ба ҳукмҳои сангину ноодилона маҳкум шуданд ки дар таърих бо номи саркӯбҳои сталинӣ ёд мешавад. 2 октябри соли 2009 мақомоти Покистон гуфтанд раҳбари ҳаракати исломии Ӯзбекистон дар манотиқи қабоилии ин кишвар кушта шудааст. Тоҳири Юлдош, як сокини Ӯзбекистон, ки баъди қатли ҷумъаи Намангонӣ дар соли 2001 раҳбарии ин ҳаракати террористиро ба уҳда гирифт, муддаии эҷоди ба истилоҳ ҳукумати исломӣ дар водии Фарғона буд. ҳайати гурӯҳ, ки баъди саркӯбҳо дар Ӯзбекистон дар Афғонистон паноҳ ёфт, аз ҷангиёни ӯзбеку тоҷик ва қирғизу уйғур ташкил ёфта як шарики Толибон ва Алқоида дониста мешуд. бонки миллии қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. қурби рубл бетағйир аст ва 1000 рубли русӣ ба 114 сомонӣ баробар аст. қурби евро каме поин рафта 100 евро ба 1181 сомонӣ ва 100 доллар 1065 сомонӣ муқаррар шудааст. бинандагони азиз, сипос ки то ин лаҳза моро ҳамроҳӣ намудед. То фардо, худо нигаҳдор.